پزشکان آلمان یک مشتزن تاجیک را در شهر کیلن این کشور جراحی مغزی کردند. دوران محمدوف مشتزن 24 ساله تاجیک هفته گذشته ضمن تمرین با خوردن ضرب از ناحیه سر به بیهوشی افتاده است. وی برای اشتراک در یک مسابقه در هلند که قرار بود 1 اپریل برگزار شود آمادگی می‌گرفت. دوران محمدوف زاده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده. به قول نزدیکانش طی تقریبا 10 سال اخیر باز به باکس مشغول بوده است. علیمجان محمدوف پدر این مشتزن تاجیک روزی 10 مارس در تماس تلفنی از شهر کیلن آلمان بر رادیو آزادی گفت که روزی گذشته پزشکان جراحی مغزی انجام دادند ولی او تا به حال به خود نآمده است. او گفت پزشکان برایش گفتند که مغز سر پسرش از قبل آسیب دیده و ضرب آخرین او را از پای افتانده است. علیمجان محمدوف گفت فرقی میکرده ماش خو همین گفتی ماش تمام میشه معلوم است که ماش تمام شد. انا میا اومد پیش ما گفت این در میگه سلام در میکنه گفت تو میگه راست اشتراف میگه یه تمرین که دکتر بردیم شه میگه 2 ساعت پس یه اپرات کردن اپرات ناز گذاشت بود شام از بعد پلیس باید همین سرویس گذاشت گفت نه سرویس پس حالت گذارونن تو خبر میکنیم تا کی دیگه سرویس پس زنگ زدی مستلا خوزیو ایموشن پلوس علیمجان میگوید 3 روز پیش از سفارت آلمان در دوشنبه فورا روادید دسترس کرده حالا بالای بستر پسرش قرار دارد. مسئولان بیمارخانه کیلن در صحبت با رادیو آزادی وضع این جوان را وزن میانه ارزیابی کردند ولی از تفصیلات بیشتر خودداری نمودند. پدر این مشتزن میگوید پسرش آرزو داشت که چمپیون شود. دیگه هم سلامتیش من در روزای برآمد کنم همین پرچمی هم تاجیکستان بالا بردارم در همین دولت‌هایم خیلی آرزو داشتی همین چمپیون اروپا شدم جهان شدم من پرچم هم تاجیکستان بالام بردارم که همین دونن که همین تاجیکم هم خیلی باکسور است خیلی بچه‌اش هم خیلی آرزو داشته کودم که وای یگان کاری بد میکرد ما میگفتیم که نه بچه‌می خیلی کار ممکن نیست نه که میخواد یک دولت پرچم چه بالا برداشتن در تمام جا ما میگفتیم که خیلی انشالله آرزو جمعه عمل بشونه. دوران محمدوف تا لحظه به آلمان آمدن در شهر سنت پترزبورگ روسیه تمرین میکرد. شرکت او در 10 مسابقه های مشتزنی روسیه ثبت شده است. دوران در وزن از 63 تا 66 کیلو قوه آزمایی کرده 1 متر و 66 سانتی متر قد دارد.